بك رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا 40 حدیث نبوی در فضیلت رمضان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از واصله خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: صحیفه های ابراهیم علیه السلام در اول ماه رمضان فرود آورده شد. تورات موسی علیه السلام ششم ماه رمضان فرود آورده شد. انجیل عیسی علیه السلام 13 ماه رمضان فرود آورده شد. زبور داوود علیه السلام 18 ماه رمضان فرود آورده شد و قرآن 24 رمضان فرود آورده شد. تمام کتاب‌های آسمانی از جمله قرآن کریم هم در ماه شریف رمضان فرود آمده است. برکت ماه رمضان هم از برکت قرآن کریم می باشد. رمضان بهار قرآن و نجات مؤمنان است. برادران ارجمند، باید در این ماه گناهسوز بیشتر به تلاوت قرآن کریم مشغول باشیم. چون در این ماه مبارک الله سبحانه و تعالی هر یک حسنات بنده اش را یک چند مراتب ثوابش را افزوده و در نامه اعمالش می نویسد. پس بیایید از این نعمت رمضان استفاده ببریم. وبقربه عم الأمان